دشمنت رنجور بادا تاجیکستان، درد از تو دور بادا تاجیکستان. اعتبارت بین دولت‌های دنیا، عصرها مشهور بادا تاجیکستان. خانه امید قوم اولیایی، تاجیکت مسرور بادا تاجیکستان. با حسادت بنگرد هر کی به سویت، چشم بختش کور بادا تاجیکستان. سلام و درود بر شما همدیاران عزیز و حاضرین گرامی. امروز مقصد جمع آمدن ما در این تالاری بر هوای قصر فرهنگ تنها به خاطر آن است که امروزها در تمام شهر ناحیه های جمهوری با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان، آزمون تاجیکستان وطن عزیز من طبق جدول تصدیق شده برگزار گردیده ایستاده است. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 16 نوامبر سال 2018 آید به برگزاری آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من به تصویب رسیده تا امروز طبق جدول مقرر شده برگزار گردیده ایستاده است. آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در ولایت ختلان با مناسبت سزاوار پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. تاجیکستان گوهر جان من است. تاجیکستان شمع رخشان من است. همچون نخل در برش سبزیدم. تاجیکستان باغ و میدان من است. آبهای کوثرش چون روان در رگ و پیوند و شریان من است. دشتهایش نونوشته قصه هاست. تاجیکستان شعر و داستان من است. آزمون با مقصد دریافت استعدادهای نوی ساحه صنعت، بلند برداشتن مقام مهارت کسبی، تقویت بخشیدن به بلندغایه‌ای وطن دوستانه، دریافت بهترین نمونه‌های آهنگ و سرودهای ترنمگری دستاوردهای زمان استقلالیت دولتی، سهم اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در اعمار دولتداری نوین تاجیکان و ترغیب و تشویق عنعنه‌های ارزشمند ملی و میراث پرغناوت نیاگان برگزار می‌گردد. با آزمون شعر و سرود و آهنگ‌های نو، اثرهای موسیقی کمپوزیتوران وطنی و جهانی، نمونه‌های موسیقی عنعنوی، اکادمی و معاصر تاجیک پیشنهاد می‌شود. در آزمون شاعران، کمپوزیتوران، سرایندگان، نوازندگان، راویان جوان صاحب استعداد که اثرهایشان را در شکل یکه و گروهی پیشنهاد می‌نمایند اشتراک می‌کنند. آبهای کوثرش چون روان در رگ و پیوند و شریان من است. دشتهایش نانوشته قصه هاست. تاجیکستان شعر و داستان من است. حاضرین ارجمند، باری دیگر قدوم مبارک شما را به شهر زیبای لیوکن خیر مقدم گفته آزمونی مذکور را که از 5 نامیناسیون برگزار می‌گردد پیشکش می‌نماییم. اینک برنامه آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من را منظور شما می‌گردانیم. پذیرا باشید. وطن چون آسمان و من دیر می آنم. در افلاک است تو می بینگر آشیانم. وطن چون بحر آرام است و سرخوش، سرافرازم که در آن کشتیرانم. وطن یک جنتی روی زمین است، از آن شادم چهور در طاق آنم. وطن شاهنامه است و بی زوال است، حدودش را چو رستم پاسبانم. وطن باشد بستان و گلستان، ادیبان را چو سعدی ساربانم. وطن گهواره باشد بهر انسان، در آن گهواره خواب چون طفلکانم.
وطن نان است بر هر روی خانه که می بخشد غذا بر جسم و جانم. وطن بیت است در اشعار شاعر و صافی بیت و شعر و داستانم. وطن این قلعه فولادی ماست، عدو را شمشیر جان ستانم. وطن سرچشمه الهام شاعر، الفبایش چو مهر در زبانم. روی عالم اعتبار تاجیکان از وحدت است. در زمین آرامی هر خاندان از وحدت است. این همه ایجادکاری، این همه سازندگی، خنده ها اندر لبان طفلکان از وحدت است. از کدوم شاه عادل ملک ما پرفیض شد، دل فرحباری هر پیر و جوان از وحدت است. پیشرفت ساحه اقتصادی علم و فن از پیام تا پیام بیگمان از وحدت است. پیشرفت دولتی آزاد استقلالی ما، این همه از لطف خاص لامکان از وحدت است. شکر بر لطف خدای مهربان داریم ما، آسمانی بیغباری تاجیکان از وحدت است. نوری وحدت دیده شمس و قمر روشن نمود، دیده ها را روشنی جاویدان از وحدت است. تو کجای یار دور از دیدم، با غمی دردی جهان پیچیدم. در سراغت سوختم شام و سحر، اشکهایم 6 قطار از دیدم. جان شیرین سخت یادت کردم، با چنین تنهایی عادت کردم. دوری از تو دلفگارم کرده است، غنچه بودم همچو خارم کرده است. میکشم رنج و عذاب دوریت، این جدایی بی مدارم کرده است. بشنو آخر سخت یادت کردم، با چنین تنهایی عادت کردم. و مثل ما جوانی وحدتی تاجیک، وطن گویا تو جانی وحدتی تاجیک. بسا از ما خزانی ها را ربردی تو، بهار گلفشانی وحدتی تاجیک. قیاست کی کنم با گنج دنیایی، گران ارزش از آنی وحدتی تاجیک. چرا افسانه خوانی از پریشانی، نی تاجیک چی دانی وحدتی تاجیک. نداند قدر تو میلت فروش چند، برای ما تو شانی وحدتی تاجیک. بخون بنشسته مانند مهر و عشق، بشریانم روانی وحدتی تاجیک. ز تو گل شکوفد میهنم هر دم، بیشته در جهانی وحدتی تاجیک. به هر جای سفر کردم، سراول از وطن گفتم. هوای عطرگینت را همه مرهم وطن گفتم. نوای آشکارا را شمرغان چمن گفتم. به وصفت 100,000 داستان در انجمن گفتم. وطن مادر توی بر ما به لحن دوستان گفتم. شکوفته لاله احمد به هر دشت و دمن دیدم. گل و سیبرگه و ریحان به هم اندر سخن دیدم. بر روی سبزه ها شبنم درخشان در چمن دیدم. به گلدشت چمن رفتم، یکی ماه یمن دیدم. به خاکش سجده ها کرده بیشتر در سخن گفتم. به هر کوی گذر کردم، صدای خنده می آمد. صدای خنده های طفلکان زیبنده می آمد. دلای آفتاب از هر طرف رخشنده می آمد. نسیم فارم کوهی به گل آگنده می آمد. وطن گفتم وطن تا کی شود شیرین دهن گفتم. چه خوش زیبا وطن دارم، بهارش دلربا باشد. گیاهای شفابخشش به هر درد دوا باشد. درون سینه خلقش
پر از مهر و سخا باشد. تمنای دلم این که نگهبان خدا باشد و هر یک پاره قلبم وطن بودم چمن بودم. سلامت باشد. آغاز سر سخن سلام است، معنای سلام احترام است. سراول سلام و درود به پایان خود را به هر یک شما مهمانان ارجمند و گرامی قدر می رسانم. خدوم مبارک هر یک شما را به این درگاه خیر مقدم گفته نور بر دیده و تاج بر سر می گویم. بنده عزیزه عبادالله هستم، خواننده صنف نهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 شهر لوکند. به این مرد خدا از جان و دل شکرانه باید کرد. دعای دولت و جانش به هر یک خانه باید کرد. همه عمر اعتراف خدمتش مردانه باید کرد. به راه صلح رفته زندگی اهلانه باید کرد. دیگر تکرار آن ایام شوم اصلا نباید کرد. وطن آباد با این رهبری فرزانه باید کرد. امام علی رحمان زمان زمام رهبری خلق و دولت تازه استقلال تاجیکستان را به عهده گرفت که تاجیکستان خانه امید کل تاجیکان دنیا در حلقه آتش افتاده بود و بودند گروه های منفیت‌داری که با هزومکشانی علنگه این آتش را دوچند می کردند تا هرچی زودتر سوختن و خاکستر شدن آن را ببینند. در آن ایام سرنوشت ساز که ملت اذیت دیده تاجیک به یک حامی و نجات بخش نیاز داشت، نه هر کس جرأت میکرد متصف به این صفتها اقدام نماید و نه هر فرد میتوانست که دل اذیت دیده تاجیک را که گرای ترس و هراس ناامیدی در کف داشت و سخت میفشرد از منبر بلند به آینده نیکبین سازد و معتقدش نماید که آینده خوش و گوارا را برایش به ارمغان خواهد آورد. اما با درک مسئولیت در نزد خلق عزیز خویش وطن محبوب چونین جوانمرد فدایی یافت شد که او را نام امام علی رحمان بود. او را محض ننگ و ناموس وطنداری، محبت بی اندازه به خلق و دیار، پاک و مقدس دانستن خاک دیار به این جوانمردی و قهرمانی تحریک نمود و محض همین حصال حمیده انسانی، رعیت پرستی، غرور و افتخار ملیش دل هر یک تاجیکستانی را مواگاه محبتش گردانید. ما خلق تاجیک از چنین راهبر عاقل و عدالت پرور خود باید همیشه افتخار نماییم و شکرانه از آن کنیم که در چنین یک دولت صاحب استقلال زندگانی میکنیم. نفس آزاد وطن و آبادی آن کلید در اقبال ماست. در خون من غرور نیاگان نهفته است، خشم و ستیز رستم دستان نهفته است. در تنگنای سینه حسرت کشیدم، گهواره بصیرت مردان نهفته است. پنداشت مگر که ریشه پیوند من شکست، در سینم هزار خراسان نهفته است. سلامی ماست پیک دوستانه، درود است و نشاط است و ترانه. قدوم یکایک شما را مهمانان عزیز و شهر لیوکن خوش آمدید میگویم. امروز با تشبس اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، ما جوانان خوشبخت از آن هستیم که چنین آزمون‌هایی با در درجه بلند گذرانده می شود و منتداری خود را با سرپرستان لایحه مذکور بیان می نمایم. واقعا هم ما در سیمای جوانان خود امروز مهر به وطن، صداقت و میهن پرستی را می بینیم. تاجیکستان ما امروز در سیمای فرزندان خود جوانان دلیر و شجاع را می بینند که بهر رشد باثبات وطن خود همیشه تیارند. بینندگان عزیز، نشر دیگری برنامه ما
دوام دارد و شما را باز انتظاریم. تا دیدار. وطن در همه کنج جهان بوی وطن بر ما رسد. در زمین و آسمان بوی وطن بر ما رسد. سیر از بویش نمی گردد دماغ عمر باد، همچو بوی گرم نان بوی وطن بر ما رسد. وطن زادگاه کلمه زیبا و خجسته ای است که با شنیدنش خانه و در، گهواره و مادر پیش نظر می آید. بله، وطن سرنوشت و قسمت هر یک انسان. مادر مشفق و مهربان است. اگر مادری اصلی ما را به دنیا آورده باشد، پس وطن به سرمان دستی نوازشکارانه گذاشته برای ادامه زندگی رنگین آغوش گشاده است. محبت به وطن اساساً در دوره کودکی ظاهر می گردد و من بعد تشکل می یابد. انسان به هر ذره خاک و هر قطره آبی وطن آنچنان دل می بندد که به او نمی تواند خوشبخت و بختیار باشد. حسیات وطن دوستی این خود صداقت به وطن، سعی و کوشش به نفع وی خدمت کردن می باشد. معنی کلمه وطن در اشعار شاعران هم موقعی خاصه دارد. خاک وطن، خاک وطن از تخت سلیمان خوشتر، خاور وطن از لاله و ریحان خوشتر. از این بیت پرمضمون چون این اندیشه بر می آید که وطن افتخار، شان و شرف، نایابترین نعمت، ثروتی بی‌بهاست که آن را به هیچ گنجه نمیتوان عوض نمود. ما وطن داریم، بهر ما وطن صد عالم است. بختی نیکو روزگاری خوب ما را همدم است. شهستون خانه امید ما مستحکم است. ما وطن داریم، ما وطن داریم، بهر ما وطن صد عالم است. ذکر وطنم همیشه یاد دل من، اوراد زبان من یاد دل من. من واصف عشق وطن محبوبم، من واصف عشق وطن محبوبم. فهرست کتاب من کلامی وطنم. البته وطن فهرست کتاب، اوراد زبان واصف عشق است. وطن چیست؟ وطن کجاست؟ وطن جایی است. ما به این دنیای عالمی هستی چشم گشادیم. نخستین قدم‌های خویش را به خاک آن سرزمین گذاشته ایم. البته آن همان وطن بود. ما چشم به عالمی هستی گشاده و از هوای صافش نفس کشیده ایم. از آب‌های چشمه‌سارانش نوشیده ایم. وطن بود ما را به وایه رساند. تنجی و آرامی بود، آسایش بود، صلح بود، صفا بود، هست و خواهد ماند. البته این وطن بی گنج میسر نگشته است، بی رنج میسر نگشته است. این وطنی که تنج و آرام آسوده میخوابیم. زحمت ابرمردان دنیای سیاست زیاد بود. هر یکی ما را میباید امروز مقدسات این کشور را، این وطن را، صلح و امانی را، وحدت ملی را مثل فرزندان یک مادر، مثل گلهای یک باغ، مثل شاخاب یک دریا باشیم و عمل نماییم. دستور و سپارش های سرور ملتمان را تطبیق نمودن همیشه کوشش بر آن نماییم که همه این دستاوردهای استقلالیت و وحدت را حفظ نماییم. زیرا که گفتند هر کی را در دل نبود مهر وطن او کافر است. هر کی را در دل نبود مهر وطن او کافر است. معنی حب الوطن فرموده پیغمبر است. تشکر. برنامه نوای دل است. سلام شنوندگان عزیز، روی موج 102.2 FM هستیم. با رادیوی صدای دوشنبه ما را همراه باشید در موج 102.2 FM. البته که نگفتن آمده تلفن های باوری 227 61 52 و 227 61 53 در ارتباط باشید.
هموطنان عزیز، چنانه که از رفت برنامه شما شاهد می‌گردین، برنامه ما نام گرفته است نوای دل. ما سه هنرمند، سه آوازخوانی تاجیک را برای شما پیشنهاد می‌سازیم و از جانب شما خالگذاری و آوازی کرده می‌شود. شنوندگان عزیز آمدید خوش یار و دوستان، مرحبا. بردی یاری ملک جانان، مرحبا. من خوشم با مردم شیرین زبان، من خوشم با آدمان مهربان. صلح و وحدت عباره هایی است که همیشه دلچسب، دلنشین و با لحن شیوا صدا داده می شود. صلح و وحدت افتخاری ملت صاحب دلم، وصف آنها را نماید ریشه جان و دلم. در میان قوم ها پیوستگی ما را از آن، دهر بنماید ستایش مردم برنادلم. وحدت بهترین نعمت حیاتی انسان، آرزو و ارمان تحکیم دولت، نجات ملت و رشد هستی انسان در هر زمین و هر زمان است. تنها با راه وحدت استقلال و وحدت ملی را استوار کرده می توانیم. ما با کوشش و تلاش های اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان است که ما در چنین دولت آباد و زیبا زندگانی میکنیم. بر شما از رودی سربخشی زرفشان السلام، از صفای چشم سارانی بدخشان السلام، از خوجندی باستان و ملک ختلان السلام، از تمامی تاجیکان و تاجیکستان السلام. سلام و درودی به انتها نیسارتان باد. حاضرین ارجمند، داوران عزیز و گرامی قدر، قدم‌های مبارک هر یکایک شما را بر تالار قصر فرهنگ شهر لیوکند خیر مقدم میگوییم. بنده ذاکر خدا بخش هستم، خواننده صنف 11 ای لیسه دولتی رقم 1 شهر لیوکند به نام دولت جان گیایه، اشتراکچی آزمون در نامیناسیون راوی. به کنج صندلی بنشسته شبها مادری پیرم، تو شاید جامه دامادی می دوزی به صد نیت، که روزی توی دیده بر قدی من بشکنی ارمان، ببینی تا برنگی نو به حسن نوجوانیت، به آن دستانی لرزانی شرفمندت بمیرم من، نیابد چشمی کم بیند بجستن چشمی سوزن را، بلرزد دستی پر اعجازی تو در قبضه پیری، ولیکن باز می دوزی تو دسترخوانی گلدوزی، که روزی توی در بین مردم آبرو گیری. مادر گنج نایابترین دنیاست که آن را به هیچ نعمتی دنیا مقایسه کرده نمی توانیم. واقعا هم لحظه های خوشبختی زندگی هر یک فرزند در کنار مادر بودن است. یک مادر از فرزند خویش مال و پول دنیا را طلب نمی کند، بلکه تمام دارایی خودش را نیثار فرزندانش می کند. طفلی و دامان مادر خود بهشت بوده است، ما به پای خود روان گشتیم و سرگردان شدیم. تشکر به دقتتون. میگویند که دولتداری مثل لخچه آتش است، وقتی به دست میگیری باید تا یگان منزل بری تا هم مراد حاصل شود و هم کفی دست نسوزد. زمانی بود که دولت ما نیز در چنین حالت قرار داشت. وقتی که راهبری دولت را به دست اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت،
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон супурданд, гӯё ба кафи дасташ лахчаи оташро гузоштанд. зеро мулки тоҷик он замон дар ҳолати нестшавӣ қарор дошт. миллатро камондорон идора мекарданд. ҳамон замон муҳтарам эмомалӣ раҳмон суханони суботбахшеро ба забон оварда буд. то охирин гурезаро ба диёри хоки азизи тоҷикистонам барнагардонам, осуда нахоҳам буд. фирориёни ватан чун мурғакони пазмони лонаву макон ба диёри аҷдодиашон баргаштанд ва ба ободиву созандагӣ пайвастанд. садоқати ӯро, муҳаббати ӯро мо кӯдакон, наврасон ва калонсолон эҳсос намудаиму дӯсташ медорем ва аз даргоҳи худованд талабгори он ҳастем ки ин фарзанди фарзонаи халқро дар паноҳи хеш нигаҳбон бошад. шеъри устод Назри Яздон исботгари суханони болост. ҳазорон шукри бепоёни Аллоҳ ки марде баркашид моро аз ин чоҳ. ҳамон марди шариф, марди худодод ки моро ваҳдату осудагӣ дод. Помните, через года, через века, помните о тех, кто не вернется уже никогда. Помните, не плачьте, горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Люди, покуда сердце стучится, запомните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. 9 мая – это благодарность за жизнь, победа добра над злом, жизни над смертью. И эта победа далась человечеству самой высокой ценой, ценой огромного горя, вселенского масштаба горя. И что я поняла со временем, это что нам дали наши предки. Они дали нам свободу, избавили от рабства, от газовых камер и потери родного языка. Огромное спасибо и признательность всем, кто имел участие к этой великой войне. Спасибо вам. Спасибо вам за подвиг и за смелость, за то, что вы закончили войну, за то, что ради нас, детей, сумели отвоевать свободную страну. Улыбки светят, прочь уходят беды, медали на груди горят огнем. С 9 мая, с праздником Победы, с еще одним счастливым мирным днем. Благодарю.
افتخار ما باشد این وطن میدهیم به او قلب و جان و تن افتخار ما باشد این وطن میدهیم به او قلب و جان و تن نصرتی دیار فخری ما و من نصرتی دیار فخری ما و من جانی ما وطن جانی ما وطن جانی ما وطن جانی ما وطن پیشوای ما رهنمای ماست همچو اختره در سمای ماست پیشوای ما رهنمای ماست همچو اختره در سمای ماست بشنویم از او اردم این سخن بشنویم از او اردم این سخن جانی ما وطن جانی ما وطن جانی ما وطن جانی ما وطن ما که تاجیکیم تاج بر سریم پاسبان این مرزی کشوریم میدهد صدا حرف انجمن جانی ما وطن جانی ما وطن پاسدار این صلح و وحدت نسل نورسی ملک و دولت پاسدار این صلح و وحدت نسل نورسی ملک و دولت گشت برقرار دولتی کهن گشت برقرار دولتی کهن جانی ما وطن جانی ما وطن جانی ما وطن جانی ما وطن
عرصه دنیا شده است نکنامی های او از نظری از دان دیده ایم شورا و معروف اندر عرصه دنیا شده است نکنامی های او از نظری از دان دیده ایم پیشوارا ما موسم صدری شایان دیده ایم سروری ارزنده در هر دور و دوران دیده ایم قصری سامان کاخی نوروز اوجی اجازی هنر قصری میلاد بهتر است ای سلیمان دیده ایم گشت شادی و فراغت همدمی خورد و کلان مادران با کودکان سبز و خندان دیده ایم گشت شادی و فراغت همدمی خورد و کلان مادران با کودکان سبز و خندان دیده ایم پیشوارا ما موسم صدری شایان دیده ایم سروری ارزنده در هر دور و دوران دیده ایم هر کلام و گفتشی رد بود بر دیگران قد و بست و سیرتش تر بسامان دیده ایم برد و باری ها نامد هجگاه آسان بد است با دعای مادر و ارواحی رحمان دیده ایم برد و باری ها نامد هجگاه آسان بد است با دعای مادر و ارواحی رحمان دیده ایم پیشوارا ما موسم صدری شایان دیده ایم سروری ارزنده در هر دور و دوران دیده ایم چند زحمت های او گوید نهانی گر عیان چقدر آمالی نیکش باز پنهان دیده ایم چند زحمت های او گوید نهانی گر عیان چقدر آمالی نیکش باز پنهان دیده ایم پیشوارا ما موسم صدری شایان دیده ایم
وطن تو سر نوشتم توی باغ و بهشتم وطن دل پارم را برای تو نوشتم وطن تو سر نوشتم توی باغ و بهشتم وطن دل پارم را برای تو نوشتم عجب تو نازنینی چیز با سرزمینی تمنا میکنم و خزانه را نبینی عجب تو نازنینی چیز با سرزمینی تمنا میکنم من خزانه را نبینی وطن من دشمنت را همه خار ببینم تو را تا بر فلک سزاوار ببینم وطن من دشمنت را همه خار ببینم تو را تا بر فلک سزاوار ببینم
با زبانم در آغوشی تو آسوده بلب خنده بی خانم وطن دار به قدری وطن ارزنده بیمانه در آغوشی وطن جان پاینده بیمانه وطن دار وطن دار وطن دار وطن جان و وطن درد و وطن دین وطن دادی خدای مردی آخی وطن جان و وطن درد و وطن دین وطن دادی خدای مردی آخی وطن داری سری سرهای ننگس وطن داری سری سرهای ننگس جدایی زی وطن در دست مشکل وطن زمزمه نام تو هر دم به زبانم در آغوشی تو آسوده بلب خنده بی خانم وطن دار وطن دار وطن دار وطن قبله و ایمانی وطن دار وطن رازن و ریزمانی وطن دار وطن قبله و ایمانی وطن دار وطن رازن و ریزمانی وطن دار وطن پشت و پناه هست ای برادر وطن پشت و پناه هست ای برادر وطن گوهری چشمانی وطن دار وطن زمزمه نام تو هر دم به زبانم در آغوشی تو آسوده بلب خنده بی خانم وطن دار به قدری وطن ارزنده بیمانه در آغوشی وطن جان پاینده بیمانه وطن دار وطن دار وطن دار ассалому алайкум дӯстони азиз ҳозирини гиромӣ ба ҳамаи шумо ташаккури зиёд барои анами дастгиритон нисбати анами соҳибистеъдодҳо ҳозирини гиромӣ нагуфта намонад ки ин озмун бо амри асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст ки бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон доир гарда истодааст ки мақсади озмун дар чист мақсади озмун дарёфти ана ҳамин соҳибистеъдодҳои соҳаи санъат баланд бардоштани мақому маҳорати касбӣ чӣ хеле ки мову шумо шоҳиди он гаштем дар ин ҷо ҳар як соҳибистеъдодҳо баромад карданд ҳунару маҳорати худшонро нишон доданд мо ҳайати ҳакамон ба хулосае омадем ки беҳтаринҳоро интихоб намуда ба даври вилоятӣ рохат бидиҳем дар бахши шоирӣ азами рауф дар бахши ровигӣ қурбонов фатиддин атаҷанова мавлуда дар бахши навозандагӣ раҳимов фирдавс дар бахши сарояндагӣ абдуллоев наврӯз мамедов дилшод алами ғолибо бо сипосномаи раиси шаҳри левакан мукофотонида мешавад барои анамиҳо як қарсак озмуни тоҷикистон ватани азизи ман дар шаҳри мо имрӯз ҷамъбаст мегардад бори дигар меҳмонони азизро ба шаҳри левакан хушомадед мегӯем ва ҳамаи нафароне ки имрӯз сазовори сипоснома гардиданд муборакбод мегӯем ва он 6 нафарро дар даври оянда барору иқболу комёбӣ таманно мекунем саломат бошед